و پیشتر دعوت میکنیم از همه سازمان‌ها و نهادها و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی که به نوعی مرتبط با موضوع اتباع خارجی هستند در بحث‌های آینده ما مشارکت بکنن تا بهتر بتونیم موضوع باز بکنیم و به نتیجه مطلوب‌تری برسیم. در استودیو میزبان جناب آقای دکتر زهره‌وند هستیم، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و سفیر پیشین ایران در افغانستان و همچنین جناب آقای دکتر نخیراد، عضو محترم کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی که خدمت هر دو مهمان عرض سلام دارم. آقای زهره‌وند سلام، شب بخیر، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما جناب خسروی و همچنین همکار گرامی جناب نخعی و بینندگان محترم برنامه خدمتتون هستیم. متشکرم آقای نخعی، سلام، شب بخیر. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و همکار گرامی و حضرت عالی در خدمتتون هستم. ممنونم. ما راجع به موضوعی می‌خوایم صحبت بکنیم که اساساً آمار راجع به این جامعه آمار دقیقی نیست و یک اختلاف خیلی وحشتناکی هم دارن. آخرین آمار شما از اتباع در مجموع کل اتباع، چون به محض اینکه صحبت از اتباع می‌کنیم همه ذهن‌ها میره به اتباع همسایه از این ما افغانستان. من مجموع اتباع رو عرض می‌کنم. ما می‌دونیم چقدر اتباع در ایران داریم؟ خب شما یه بحث همچنین فرمودین داغه و شروعش هم به نام من و آقای نخعی افتاده و این به نظر من یکی از کلیدی ترین و مهمترین مسائل امنیت ملی است. حالا موضوع که در دستور کار کمیسیون شورا هست، من تو جریانش نیستم، تحریر اونجا نیست که دارن آماده میکنن، اما من به حسب شناختم و آشناییم با مسئله افغانستان و حوزه سیاست خارجی از این زاویه میتونم امشب خدمت شما باشم و همچنین راجع به آمار هم خب متاسفانه آمار دقیقی نیست. ما هر کجا با هر کسی که صحبت کردیم از یک برآورد یاد میکنه، از 5 میلیون شروع میشه و برخی از آقایون هم که من نمیدونم از کجا این آمار رو دارن تا 10 هم میگن و لذا در یه همچین آشفت آماری لذا نمیشه با قطعیت صحبت کرد. اما من فکر میکنم برای شروع بحث بعد نیست یه مقدمه رو من اساسا در موضوع چرایی و علت این که ایران انتخاب شده و آمده اند این حجم از جمعیت، ما حالا کفو بذاریم 5 میلیون کم نیست این آماری است که در هر جامعه اگه قرار بشه در یه بازه زمانی محدود یک باره از 1 میلیون 2 میلیون رقم برسه به 5 میلیون 6 میلیون، ساختاره اون کشور رو میتونه اصلا منهدم کنه و ایجاد آنارشی و به هم ریختگی بکنه، در که در اینجا آب از آب تکون نخورده به اعتقاد من و در یک آرامش و یک زیست سازگار با هم داریم ما طی میکنیم و همین هم شاید یه عاملی است که اجازه نداده که آمار روشن بشه و یا در سطح حکومت مشکل آنچنانی بروز نکرده که حالا بخوان سریعا بیفتن به فکر این که اینها رو ساماندهی کنن، موضوع اشتغال باشه، موضوع پرداخت‌های انتقالی و کمک‌هایی باشه که در هر کجا صورت میگیره کمپی رو شکل بدن که در اون کمپ بخوان اینا رو استقرار بدن، تقاضا بکنن از سازمان‌های بین‌المللی برای اینکه کمک برسونن، برای اینکه این افراد رو بتونن اداره کنن. همه جای دنیا این عامل هست که سبب میشه که سریع جمع بشن، از جمله در سطح اتحادیه اروپا و میان ساماندهی میکنن و بعد هزینه‌های سربار رو بین خودشون تقسیم میکنن. آقای نخعی، دولت 13 یه لایحه‌ای رو برای شکل‌گیری سازمان ملی مهاجرت فکر میکنم همون بوده که درسته، یا بحث ساماندهی اتباع بیگانه بود به عنوان کلی ترش که اینو داد و بعد دولت 14 اینو ظاهرا پس گرفت و بنا شد که دوباره مجدد لایحه بده، یعنی الان یه لایحه بناست دولت بده، یه طرح هم شما الان خودتون در کمیسیون فردا میخواید بررسی بکنید. اون که دولت میخواد بده چه هست، آن که شما میخواید بررسی بکنید چیه؟ ببینید دولت این کارو کرد در دولت قبل، لایحه‌ای داد به مجلس که طی اون سازمان ملی مهاجرت تصویب بشه و بعد از این که این کار انجام شد مجلس هم نماینده‌های مجلس هم طرحی همزمان دادن به مجلس تقدیم کردن و این هر دو با هم رسیدگی شد. در این اثنا
قانون برنامه پیشرفت تصویب شد و توی اون سازمان ملی مهاجرت پیش بینی شده بود. خب اون سازمان ملی مهاجرت بر اساس اون قانون شکل گرفت، هنوز طرح لایحه دولت تصویب نشده بود تو مجلس، بر اساس اون قانون شکل گرفت و الان شکل گرفته و کار میکنه. بعد از اینکه دولت شهید رئیسی با شهادت ایشون خاتمه یافت، خب برابر با مقررات ما آیین نامه اگر طرحی ولو اینکه این طرح و اون لایحه کلیاتش در صحن تصویب شده بود و اومده بود به کمیسیون، با این وجود برابر با آیین نامه بعد از اینکه مجلس اتمام پیدا میکنه باید 25 تا نماینده این طرح رو 2 مرتبه درخواست رسیدگیشو بکنن و دولت هم میتونه درخواست رسیدگی بکنه. نماینده ها که این طرح رو درخواست رسیدگیشو دادن، داره رسیدگی میشه تو کمیسیون، دولت اومد مسترد کرد لایحه‌شو، دولت جدید لایحه‌شو مسترد کرد. اما چون اون چیزی که ما داریم رسیدگی میکنیم در واقع ضوابطیه که فرادست سازمان ملی مهاجرته، یعنی ضوابطیه که اون سازمان باید اجرا کنه، بنابراین این طرح داره توی اون که دولت میخواد بده چیه؟ دولت صحبتش اینه که برای اساسنامه لایحه بده که نیازی نداره توی برنامه توسعه. ما سازمان ملی مهاجرت رو داریم؟ بله تأسیس دولت کشور داره کار میکنه. بله مدیرش هم بعد از دولت قبل باز تعویض شده، حکم براش صادر شده. یعنی رئیس داره، کارمند داره کار میکنه ولی اساسنامه ندارن و هنوز اساسنامه‌شو باید تصویب کنن. چجوری بدون اساسنامه داره کار میکنه؟ به هر حال بر اساس اون قانون چون پیش بینی شده که باید تصویب بشه راه افتاده و اساسنامه‌ش هم داره آماده میشه که تو مجاری خودش تصویب بشه. دولت گفته ما اون کار رو انجام، لایحه رو پس گرفته، وعده هم نداده که قطعا من لایحه میدم. ما خودمون این طرح رو داریم ادامه میدیم و این طرح هم به لایحه دولت خیلی کاری نداره، به خاطری که این ضوابطیه که ساماندهی میکنه. این مربوط به اساسنامه سازمان ملی مهاجرت نیست، این مربوط به ضوابطیه که اون سازمان باید اجرا کنه در سازماندهی اتباع داخل کشور. پس 2 تا موضوع متفاوته. بله. ولی همین اساسنامه هم میگید هنوز قول قطعی برای اومدن لایحه بله. بسیار. حالا چون راجع به سازمان ملی مهاجرت داریم صحبت میکنیم، از این یک گزارش ببینیم که ببینیم سازمان ملی مهاجرت الان در چه وضعیتی و بناس چه کار بکنه، بعد برگردیم گفتگومون رو ادامه بدیم. طرح ساماندهی اتباع خارجی در مجلس. ما خودمون در کمیسیون خب لایحه‌ای که دولت داشت تشکیل سازمان ملی مهاجرت و ما هم بحث ساماندهی اتباع خارجی داشتیم، از سوی دیگر انتظارات مردم است و خواسته ها و مطالبات مردم که یک ساماندهی صورت بگیره. خب یک سری اقداماتی انجام میشه، کسانی که مجوز ندارن از کشور اخراج میشن، ولی همون کسانی که مجوز